آغاز سخن نامی خدا میگویم. سلام بینندگان عزیزی تلویزیون آسیای مرکزی. چون اما وقت برنامه گنجی پریشان خدمت شماست. بار دیگر یادآور میشم که در برنامه گنجی پریشان فرزندان آبرومندی که از وطن، از جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران که اصلا این کشورها را در بر دارد که امروز از آن وطن بیرونن و در سراسر جهان دست به کارهای میزنن که معرفی کننده فرهنگ یا ورزش یا سیاست یا اقتصادیات یا یکی از جنبه های معرفی کننده این کشور می باشد. امروز هم در برنامه ما یکی از فرزندان خیلی جوان باشد، آبرومند تاجیکستان که طول سال زیاد شروع از یک دهات کوهستان، از ولایت مختار کوهستان بدخشان، از شهر خاروخ و مشق آغاز کرده است و بعدا در شهر دوشنبه و بعدا در دنیای بزرگتر، یعنی دنیای بزرگتر، جهان بزرگتر، کشورهای بزرگتر ادامه داده است و امروز در استودیوی ماست. خوشوقت قربان محمدов. سلام دوستی عزیز. خوشوقت یک قسمتی پیشروی‌ها، کارنامه‌های خوب دارد. در یک قسمتی مثلا مسابقه های سطح جمهوریوی، سطح کشور خیلی بزرگتر و سطح بین‌المللی شرکت کرده است. من یک قسمت آنها برای شما میخونم. یعنی خوشوقت قرمد و استاد ورزشی درجه بین‌المللی، 15 کرات چمپیون، 15 کرات قهرمان تاجیکستان و بدزودا، جای سوم در قهرمانی اوراسیا در بلاروسیا، جای دوم در قهرمانی آسیایی، جای سوم در قهرمانی روسیه و جای دوم در قهرمانی جهان. در کجا گذشت قهرمانی جهان؟ توشکند. در تاشکند گذشته است. خوشوقت 10 مارس سال 1993 در شهر خاروخ در ولایت مختار کوهستان بدخشان تولد یافته است و مکتب رقم 8 این شهر را ختم کرده است و شروع از اونجا مشق در دوشنبه گذرانده است. در دوشنبه چرا که اشاره کردم 15 کرات قهرمانی جمهوری تاجیکستان بدزودا و بعداً بیرون برآمده است. بار دیگر خوش آمد میگم. خورسندی عزیز، خوشوقتی عزیز، شروع میکنیم. از کجا مشق سر شد؟ از خاروخ سر کنیم. چه شروع شد؟ چه به شما اصلا این چیزا همین یک ذوقی گوشتینگیری دیودا که اصلا امروز در جهان معلومه خیلی شهرت بلند دارد پیدا شد؟ از کجا سر شد؟ سر اول تشکر زیاد برادر من همه این مردم شریف تاجیکستان و این روز رمضان تبریک گفته. و من سر اول در ولایت مختار کوهستان بدخشان مشق خود را آغاز نمودم. از صنف هفتم گشتین مشق شوق داشتم که با گشتین مشقنی و بعدتر من همصنفانم جوروی من همه مشق رفتن و من خانه در بودم فقط. بعد استاد مهربان من بوی محمد رحمتشاه مرا خیلی دید، بعد خانه در اومد چند بار گفت بیو مشق. بعد بچه ها همصنفانم مرا همه گرفتند و مشق بردند و من مشق آغاز کردم. خب این در شهر خاروخ بود. خب دوشنبه اومدید. در دوشنبه چه خیلی ادامه یافت مشقتون؟ چه خیلی در دوشنبه من سر اول 2007 در دوشنبه اومدم. اسپارتاکیاد مکتب بچگان در اونجا آغاز گردید. من در اونجا جای یکم مشغول نمودم و بعد راحت گرفتم با دانشگاه تربیت جسمانی. راحت گرفتم با چمپیونات اورازیا که بلاروس برگزار گردید. در اونجا راحت گرفتم. بعد این بلاروس رفتیم. من در اونجا جای سوم را اشغال نمودم. بعد دسته جمهوری تاجیکستان اونجا مشق کردم. یک سال در جمهوری تاجیکستان بودم. بعد به دانشگاه تربیت جسمانی داخل شدم. بعد دانشگاه تربیت جسمانی در جمهوری تاجیکستان اونجا مسابقه روی نکردم. من از شوق خودم مسابقه‌ای که سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار گردید، من از فدراسیون جودو مرا روی کردن. شیرین جان محمد صفوی
من در همین فدراسیون روسیه سزاوار جای یکم شغل کردیدم. بعد وجه با همین روسیه یعنی نظر کنید 15 کرات قهرمانی جمهوری تاجیکستان. خب قهرمانی تاجیکستان میگذاشتن اصلا غیر یگان مدالایی که میدادن یگان از طرف کمیته ورزش و سایر نزد جمهوری تاجیکستان یگان توفای دیگر هم پیشنهاد میشدن. من در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمیته جهانی ورزش و سایر ما در وقتی خیلی دیم ورزش میشد روز ورزش میشد اما روز اومد خیلی توفه دادن. بعد رئیس ولایت ما در خیلی کمتر کمک شدن که هم مسابقه هایی که بین المللی بودن 2-3 بار هم خیلی کم کم یاردم کردم. من رفتم. بعد اینجا من جگون کس مدد جگون چی نکرد. من اون رحمت کلام با اون کسانی که اولی هم مرا دستگیری کنن که من این تو همی درجه اومدم. باید بر بینندگان بینیات مهربان اشاره به اون میکنم که ریاست کمیته ورزش و سایر نزد جمهوری تاجیکستان که اصلا یک ریاست خیلی بزرگ است، هیئتش هم خیلی کلان است، برای مقصد جمهوری تاجیکستان خیلی بسنده است، در هر شهر و نواحی شعبه‌های خودش دارد و اصلا نمیدونم که برای چی به این خیلی جوانان نظر کم میکند. چون از دوران سایبیستان شدن جمهوری تاجیکستان از اون زمانی که اتحاد شوروی برهم خورده بود یگانه کسی که نخستین بار تاجیکستان رو در سطح بین‌المللی مقصد معرفی کرده بودن اینا ورزشگران تاجیک بودن. اینا همون گوشتینگیران و دزدیدچیان تاجیک بودن که اصلا نه از حسابی کسی و من چندین بارا با آنها واخوری کردم در روزنامه و در مجله‌ای که در رادیویی که من کار میکردم که آن حساب پول کیسه خود حرکت میکردند و اشتراک میکردند و پرچم تاجیکستان عزیز را بالا میبرداشتند. چون مهر و محبت در دل این جوانان خیلی زیاد بود. زیاد میخواستم که این مهر و محبتی که در دل این جوانان به مثل خوشوقت زیاد است و به مثل خرسند و به مثل رسول باقی و مثل کسای زیاد دیگری بچه‌ها انشالله که ما امروز اینها را گرد این تلویزیون خواهیم آورد. این مهر و محبت در دل کارمندان ریاست کمیته ورزش سپورت و نزد سیاهی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می بود. اما بیشتر وقت افسوس میخورم که این چیز کم دیده می شود. خب من در قهرمانی جهان در تاشکند گذاشتم گفتید در تاشکند اینجا چه راحت گرفتید و چه اشتراک کردید؟ خب اونجا هم تاجیکستان دکایی که اومدم اونجا دونیگو داخل شدم. من فقط ریسپوبلیکا فقط یکم بودم. اولین بار من در وزن 40 کیلو گرفتم، بعد 42 گرفتم، بعد 45 گرفتم، بعد 48 گرفتم، بعد اوج 52 بعد 57 اینا عذر خدا و شکر 60 گذاشتم که هول زدو گذاشتم. رنج پیشکی من سامبو گرفتم که من نمود گشتین سامبو رفتم چمپیونات جهان در اونجا جو گرفتم. من ریسپوبلیکا اوج اشتراک کردم. دستای تاجیکستان از برن کمانده اوج غلطیدم. بعد اوج راحت گرفتم به چمپیونات جهان. خوب من نظر کنید خوشوقت از یک تاجیکستان اصلا کوهستان است همه جوش زیادترش یعنی 90% یا 97% کوهستان است. یعنی از یک کوهستان آمدن و در سطح جهانی برآمد کردن یگان مشکلات بود یا که مشکلات روحی بود که آدم پسیخولوژی است که گفته و روسا روحی نظر اون بود که یک مشکلاتی بودن که میتونم قهرمان شدن نمیتونم قهرمان شدن یا که یگان ترس و هراسی بود یا نبود؟ بله این بود که من این خیلی دویم مسابقه من گذاشت که اوجه در جام جهان در اونجا یک طرف زریترو بسیار بودن بلیشکو ای طرف دیگه من رفتم اونجا دیگرگونی بود. در وزن من قریب 47 کس بودن. من خیلی به خود باوری داشتم من همه که من باید جو بگیرم که پرچم تاجیکستان رو برام بردارم. با ترین من را خیلی نستروکه کرد که باید همه جو بگیری که به مسابقه های بین المللی با راحت بگیری. من بسیار چی کردم که کوشش کردم که همه جو باید بگیرم پرچم تاجیکستان رو برام بردارم. خوب با مقصدتون رسیدید؟ مقصدتون رسیدم که با فینال رسیدم. قطعی ورس گشتین گرفتم
با یک خول زیاد بود خولی برومد. نه در قسمت فیسبوکی و قسمت ادنکلاس که مثلا در اینترنت سایت اینترنتی بیشتری قهرمانی ها یا که در اشتراک در این قهرمانی ها از خوشوقت هستند و ما از خوشوقتم خواهش کرده بودیم که اون ثبت هایی که دست خودشان دارن برای ما حتما پیشنهاد میکنن و ما در جریان این صحبتی که ما داریم انا بعدا برای بینندگان پخش خواهیم کرد. خب من اومدید در خوشوقت در روسیه اومدید. در روسیه چه قبول شدید؟ من سر اول که در فدراسیون روسیه اومدم که در سانت پترزبورگ بعد با ترینر من یعنی ترینری رسول بوخیف داشت ولادیمیر نیکولایچ ایلچانین ولادیمیر نیکولایچ که من وقتی که در اونجا گشتین گرفتم اینو تاجیکستان و فقط مردم تاجیکستان پیش خود دعوت کرده و بعد فقط مردم تاجیک مشهد بود که بعد رسول همه مردم ما حواس کردیم که پیش همه خیلی ترینر بریم که مشق کنیم. با که من اومدم وای سراز مرا قبول کرد. من قطعی پیتر قطعی وای اومدم موجه فدراسیون مسکو دا اینجا مشق کردم. با وجه من یه بار دیگر میگم که رحمت کلام که به اون نفرانی که اولی دستگیری کرده استن مثلا صابر غریب محمدوف که من در پاسپورت قطعی یکی وفو که من اینا پاسپورت کردن 6 ماه ما در پاسپورت کردن ما وجه چمپیونات مسکو دا گرفتم. چمپیونات مسکو ما گرفتم و سراز چمپیون مسکو شدم. در بین تو 20 ساله بعد شدم بود بعد یک هفته شد در بعد 23 ساله با هم چمپیون مسکو شدم. تو 23 ساله بود با موجکام هم شد بود یکم شدم با راحت گرفتم با چمپیونات روسیه. چمپیونات روسیه رفتم سزاوار جای سیم رو اشغال کردم. بعد وجه مردمو این ترینرها مرا هم وجه دستگیری کرده استن خونه دادن که همینجا دادن. یعنی این علاقه از هیئتی یکیشون روسیه بود. خب اشاره شما کردید که در روسیه وقتی که روسیه آمدید به شما یک خونه چم جدا کرده هستن. چه خیلی شرایط ها این چه خیلی خونه من این سپارتیو نوشیشی تا وجود دودگیان وجود فقط من توخه زندگی میکنم. شرایطو سوزم وجود میبیم سهر بیگم من ترنیروفکا دارم سهر میرم ترنیروفکا میبیم وجود خوراک تمام ما گاتو مدد تیاره میبیم میخورم با خواب میکنم با بیگم میرم ترنیروفکا. وقتی مسابقه مدد ترینر میگاد یک ماه باشد یک هفته باشد پیش میگاد که امیخی مسابقه تیاری کن وزن بخواب که گشتی نمیخوای. من وجود همون در نستروکا میکنم یکون فکری دیگه نمیکنم فقط همون مسابقه دارم. من میدونم که ترین مرا میبرن وجود نستروکا میکنم که مسابقه اشتراک کنم. ایش چیز دیگر من اشاره میکنم در طول فعالیت کاری من که حدود 20 سال زیادتر باعث خبرنگاری در تاجیکستان گذشت و تا امروز هم گذشته ایست هست. ما اینجا هم امروز باعث ژورنالیستی تاجیکستانی فعالیت داریم. این بود که در تمام منطقه های تاجیکستان در تمام داخل ترین دهاتی کوهستان در تاجیکستان که وارد میشوی اونجا جوانان هستن که شاید به عادی ترین دستگیر اونها قهرمان جام میشوند. چنین شوق و هوسایی دارن چنین یک عمل و حرکتایی دارن که فقط تشنه اونن که دستی باشد که از طرف دیگر دستشون رو بگیرد. و از چی باشه که فدراسیون روسیه که اصلا یک کشور خیلی بزرگ است نسبت به تاجیکستان اگه حساب کنیم یک 10 برابر شاید بزرگتر باشد امروز با 10 نفر یا که 12 نفر فرزند از تاجیکستانی که امروز اینجا آمده هستند یعنی شرایط بینایت خوب رو معین می‌سازد. معاشی کاری می‌دهد. چه معاشی کاری حسابی که می‌گیرید؟ حساب فدراسیون روسیه چند می‌گیرید؟ 20,000 می‌گیرم. این اولی خدا خواهد با مسابقه های پیش دارم مولی با ماه سپتامبر چمپیونات روسیه دارم با موجیکام بین کلان سولم مولی گشتی میگیرم. خدا خواهد با جا میگیرم با سومم با ایلیکا میکنم با زیادتر میکنن. با وجه با مسابقه های بین المللی یعنی کوبک اروپا مرا با میمونن گران پری مرا میمونن که با ایلیک زیادتر میشن. خب در بیشتری صحبت هایی که ما همراه ورزشکاران دیگر که از تاجیکستان به جامعه آمده میکردیم مشق کردن یک طرف است جای یافتن طرف دیگر است و مبلغ برای دادن اون جای مشق طرف دیگر است
و اون یک سطح درستی مقصد ورزشی را گرفتن این یک طرف دیگر است، اما رفتن و شرکت کردن در مسابقات خیلی مشکلات زیاد به این جوانان به بار می‌آورد. اینا جوانان تاجیکستان هستند، جوانان وطن ما هستند. اونا جوانان هستند که آینده در سطح جهانی معرفی کننده این کشور هستند. من اطمینان دارم که بجز جوانان، بجز ورزشگران تاجیکستان دیگر کسی، نه سیاستمداری، نه آوازخوانی، نه ژورنالیست یا نه شاعر یا نویسنده تاجیکستان را در چنین سطح با چنین بزرگی معرفی نکرده است و پرچم تاجیکستان را در چنین سطح‌های بالا تنها این مردم برداشتن که من از درگاه خداوند بزرگ به اینا تنها صحت و سلامتی و سربندی را می‌خواهم. Середины команда до ворот. Выше не команда судей. Voila! Вот так یعنی کنی از خوشحال پرسیم که مقصد رفتن با مسابقه ها، یعنی این طرف این از حسابی کی است و یگان دلسوزی از طرف همون رهبریت می بود که برای راهی کردن به مسابقاتی؟ بله دلسوزی هست که من با یه بار دیگر هم میگم که همون آدمانی که مرا دستگیری میکنند و من مندار خود رو بیان میکنم که همین که مرا سپانسوری کرده هستند که تو حالیم ولی نصیب باشد بعد ماه رمضان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با معلم خود میرم زبور میگذرانم تیاری به مسابقه های بین المللی، یعنی ایران ایشوت دولت روسیه ترینر مرا روسیه میرن. من همین همه آدمانی که مرا ایسوب اونا سپانسورا روی میکنن که ایسوب پیو میرم که همه 20 روز طول 20 روز در خوره من زبور میگذرانم که مردم همه مردم شریف بیان همونجا مشق کنن که با مسابقه های دیگر وایوان تیار شن. اگر نظر کنیم به چیز دیگر، یعنی امروز نظر کنید که مردم از فدراسیون روسیه یا که از کشورهای دیگر جهان به تاجیکستان سفر میکنن که اونجا مشق کنن. یعنی طبیعت تاجیکستان، طبیعت بیشتاسای تاجیکستان قهرمان ساز است. طبیعت بیشتاسای تاجیکستان ورزشگر ساز است، شاعر ساز است، نویسنده ساز است. در یکی از صحبت ها ما یکی از نمایندگان ورزش از بریتانیای کبیر را پرسیدیم که برای آماده نمودن یک قهرمان المپی در مقصد بریتانیای کبیر چند سوم صرف میشد یا چند دلار صرف میشد. اشاره کرد که از سن طفلانی تا بزرگ شدن تا قهرمانی حدود 1 میلیون دلار لازم است که ما صرف کنیم و مقصد یک طفلک رو به قهرمانی المپی رسونیم. اما تاجیکستان تنها آبش، هواش بدون دستگیری کسی قهرمان می سازد و اگر در زمین آب و هوا و در زمین شرط و شرایط هایی که اونجا هست متصدیانی که در کمیته ورزش و جوانان ورزش و سایر نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دست به این کار میزدن، فدراسیونی که مثلا در این کار پیوستگی دارن در این دست میزدن، با فکرم نوران علا نور میشد و شاید این تعداد ورزشگرانی که امروز در کشور هستند 2 کرات یا 3 کرات این تعدادشون زیادتر میشد. ما یک قسمت نوارهای خوشوقت در دست داریم، انشالله برای شما پخش خواهیم کرد و میریم به سراغ صحبت. Борется, что он делает? Теперь не борется, делает. А что он тогда делает? Да нет, в смысле... Я понял, стоит от пассивно, борьбы, да.
جشن بگیریم. Ура! Це. Уже що ж це? Тебе участвую, это толстый, тот длинный. С руки начнем опять выпадать. Она будет шапка, я знаю, что... Бача, выпрямись! Ага, с руки на... Ну как выпрямись? Это шапка? Знаешь, мы на самом деле Вова! Азари! خب من حالا در اشاره کردید که شما تیاری داشته است برای قهرمانی جهان در قزاقستان. چخیرا رفته ایستاد تیاریاتون؟ مثلا همینجا شرایط چخیل است؟ شرایط ما اولی خدا به شکر سوزن اولی نصیب باشد ما این هفته دیگر روز 26 خطی ترینیم خطی معلم خود و بدخشان سفر میکنیم که یعنی تیاری اونجا میگذرونید؟ تیاری اونجا میگذرونیم که اونجا او هوا همه تازه که بعد همون میبینیم که نفس کشی ما دیگر خیلی میشه همونجا زبور میگذارم که بچه‌هایی که ایرانی قدیما اونجا میرن تئوری میدینن از ترکمنستان قدیما میرن اونجا آذربایجان قدیما میرن اونجا این تئوری میبینیم که برای مسابقه جام جهان که در قزاقستان میگذرد همونجا تئوری دیدیم. خب بینندگان عزیز، البته ما تمام اون فعالیتی که خوشوقت قربانمدов در این طول زندگانی خوش تا امروز کرده است اینجا در یک برنامه پخش کردن نمیتونیم. ما از پی این ورزشکارای دنباله‌گیری میکنیم که در قهرمانی جهان در قزاقستان به چی مثلا سطح میرسد. ما در نظر است که امروی استادش هم یک صحبتی حتما گذاریم و در اون تالار یا که مشقایی که اونجا هست انشالله اونجا نصیب پیش از رفتن یعنی با آمادگی برای بدخشان شد اونجا رویم از اونجا ثبت گیریم. اشاره به چی میکنم؟ اشاره به اون میکنم که شاید بعد پخش این برنامه از طریق تلویزیون آسیای مرکزی که اصلا در جمهوری تاجیکستان در کشور عزیز ما خیلی خوب پخش میشود، دوستان و رفیقان من از ریاست کمیته جوانان ورزشی و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اون برادران عزیز دیگری که امروز دارای یک سرمایه معینی هستند شاید دست به کارهای خیر زنن و دست به کارهای خیر زنن و اون جوانانی که امروز درای ورزش درای به پیشبرد ورزشی تاجیکستان امروز آمادگی دستان با آنها کمک رسانن و اطمینان دارم که این برنامه یک تاثیرات کوچکترین در دل خیلی صاف و بی‌آلایش این متصدیانی که ورزشی که امروز در تاجیکستان هستند با آنها خواهد رسانید و من آماده اون هستم که شاید یک واکنشی از طرف این دوستان باشد. ما حتما در برنامه این حل و فصل خواهیم کرد و من آمادگی دارم که مثلا چندین ورزشکاران تاجیکستانی که امروز در اینجا در سطح خیلی بالا در نمودهای ورزشی خیلی زیاد هستند به این استودیو دعوت میکنم و پیشنهاد میکنم تا ریاست کمیته ورزش جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری که امروز اون هیئتی که در اینجا امروز فعالیت کرده است باید در نزد اونجا در نزد این کمیته فعالیت میکرد، در نزد وطن عزیز ما فعالیت میکرد، در دوشنبه فعالیت میکرد و نام تاجیکستان را بازم در سطح جهانی ورزش بلندتر میبرداشت. اینجا برنامه گنجی پریشان به پایان میرسد. خداوند یار و مددگار شما باد.